یادم نبود دیگه. سلام. از چالش 30 روز 30 تا نکته که از روز اول اگه خودم میدونستم حداقل الان 30 تا پله جلوتر بودم. روز اول در مورد پایه‌ترین مبحث سرامیک دوغاب می‌خوایم صحبت کنیم. دانسیته دوغاب. دانسیته یا چگالی همون نسبت جرم به حجم دوغابمونه. به زبون ساده‌تر غلظت و رقت دوغابمونه. این باید توی یه بازه مشخصی باشه. دوغابی که من استفاده میکنم طبق توصیه تولید کننده عددی بین 165 تا 168. حالا ما میایم از یه مایعی مثل آب که چگالی 1 به 1 داره، یعنی 100 سی سیش همون 100 گرمه، به عنوان معیارمون استفاده میکنیم. ما اول از همه باید ظرفمون رو به وسیله آب مدرج کنیم. روی ترازو میذاریم، صفرش میکنیم و به اندازه 1 کیلوگرم آب میریزیم توش. حالا تا اونجایی که علامت زدیم دوغاب میریزیم و اون عددی که به ما نشون میده میشه دانسیته دوغاب. خب این مبحث دانسیته دوغاب بود. اگه سوالی چیزی دارید تو کامنت ها ازمون بپرسید و بهمون بگید که دوست دارید نکته دوم راجع به چی باشه.